کار دلکو یا دیستریبیوتر در واقع این هستش که برق را به شمع‌های مختلف در هر سیلندر منتقل بکنه و البته باید طوری این برق رو منتقل بکنه که در زمان مناسب جرقه زنی به شمع برق برسه. از اونجا که ولتاژ خیلی زیادی قرار هستش منتقل بشه، بنابراین مدیریت اون ولتاژ باید به بهترین شکل انجام بشه. ما این رو بالای پلاتین قرار دادیم و صفحه گردنده وجود داره که در هر لحظه به یکی از در واقع سیم‌های شمع‌ها مرتبط خواهد شد و برق رو به اون فقط منتقل خواهد کرد. تقریبا یه میله مثل بادامک وجود داره که تعداد برجستگیاش به تعداد برجستگی‌های سیلندر ربط داره. بنابراین پلاتین به این تعداد هی برق رو قطع و وصل میکنه. قطعه عایقی وجود داره که روش یه الکترود برنجی قرار گرفته. بنابراین برق رو به قسمت‌های مختلف در بالای دلکو منتقل میکنه. هر کدوم از این قسمت‌ها هم طبیعتاً به سیلندر نیرویی رو میفرستن، الکتریسیته رو منتقل میکنن. قسمت میانی دلکو جایی هستش که برق وارد دلکو میشه. در واقع یه چیزی مثل زغال که با فنر فشرده میشه به این قسمت برنجی، مطمئن میشه که برق و قسمت برنجی همیشه منتقل میشه در هنگام چرخش. برقی که به این هسته مرکزی دلکو میرسه در واقع همون برق بسیار تقویت شده ای هستش که از کویل ما خارج شده و حالا برای انفجارها استفاده خواهد شد. حالا ما در زمانهای درست باید این جرقه ها رو ایجاد بکنیم و در همون زمانها هم باید در میانه های اون زمانها هم کویل ما القای کامل رو دریافت کنه تا بیشترین نیرو رو برای جرقه بعدی ما آماده بکنه.